این تصنیفی الان من میخوام بخونم، این از عارف قزوینیه که به اصطلاح در سال 1331 موقعی که خودش میخواست اجرا بکنه رو صحنه همچنان متأثر شد و به گریه افتاد که تا مدت‌ها عارف رو که میدونید که خودش هم شاعر بود و ترانه‌سرا بود و نوازنده بود و خواننده، مثل ما نبود که خوانندگی رو به زور باید امشب یه جوری. و من این تصنیف رو 2 سال پیش یکی از بدترین روزهای زندگیم توی برلین بدون موزیک خب اجرا کردم تو خاک به سپاری رفیق عزیزم هم پروندم و کسی که ما 3 بار خداحافظی مرگ از هم کردیم. یه بار سال 61 یه مأموریت که می‌خواستیم با هم اونجا ما خداحافظی مرگ کردیم. یه بار سال 67 4 اسفند 67 توی زندان اوین موقعی که ما حدود 300 نفر با هم از زندان می‌خواستیم آزاد بشیم. اکبر شالگونی جزو کسایی بود، معدود کسانی بود که حتی اون تعهدنامه کتبی رو حاضر نشد امضا بکنه و اونجا برای دومین بار ما خداحافظی که بوی مرگ میداد رو از هم کردیم. و 2 سال پیش توی برلین خداحافظی آخری بود که ما کردیم و اونجا صحبت کردم که تو سال 67 اون رفقای ما رو که دست دار میزدن ما حتی فرصت نداشتیم که گریه کنیم و به خاطر اینکه رویها تضعیف نشه کسانی که بغل میکردیم ما سعی میکردیم جلوی گریه‌مون رو بگیریم. امروز میخوام مثل اون 2 سال پیش که اومدم میخوام گریه کنم و این شعر گریه کن رو میخواستم، ترانه گریه کن رو به این مناسبت به یاد این رفیقم و همه عزیزانی که در راه آزادی و سوسیالیسم و تمام کسانی که به خصوص تو شهر برلین من دیدم، واقعا عکساشون رو بیرون دیدم، به یاد تمام اونها این تصنیف گریه کن رو هم گریه کنم. گهی بر درد بی درمان بگرد، گهی بر حال بی سامان بخندم. نه مجنونم که دل بردارم از دوست، نه مجنون
جیب جان چرا